سود اگه مستاجر به ملک خسارت زده باشه یا اجاره رو نده، مالک میتونه پول پیش کم کنه الباقیشو بهش بده؟ نه نمیتونه. چرا اگه خیلی زیاد باشه میتونه این کارو بکنه. نه چرا پول خیلی زیاد باشه چرا؟ آقای مالک که به مستاجر میگی اگه اجاره بها رو ندی یا خسارت بزنی من از پول پیشت کم میکنم الباقی رو بهت میدم، اصلا این کار شما قانونی نیستش، به شما نمیتونی این کار رو انجام بدی. اگه ادعایی داری مبنی بر اینکه مستاجر خسارت زده یا پول پیش رو به شما پرداخت نکرده، باید موقع تخلیه کل مبلغ ودیعه رو به مستاجر بدی، بعد بری از طریق مراجع قضایی دادخواست جداگونه برای اون خسارت یا اون مبلغ اجاره بهایی بدی. ولی اگه میخوای این مبلغ رو تهاتر بکنی با پول پیش، باید داخل قرارداد موقع عقد قرارداد بنویسی که اگه مستاجر خسارت زد یا اجاره بها رو پرداخت نکرد، من میتونم از پول پیش کسر کنم. مخلصم.